برای دسترسی به تنظیمات ایسنتور میتونیم به صفحه بعدی بریم و روی آیکون تنظیمات کلیک کنیم. توی صفحه تنظیمات میتونیم صدای سنتور، روشنایی صفحه نمایش و یا خاموش روشن شدن LED ها موقع زدن رو تنظیم بکنیم. برای مثال وقتی که LED خاموشه هیچکدوم از LED ها روشن نمیشه، ولی با روشن کردن اونها میتونیم ببینیم که کدوم سنسورها در واقع اکتیو میشه. آیکون باد در واقع اطلاعات مربوط به هاردور و نرم افزار ایسنتور رو به ما میده. این کلید برای تنظیم خروجی صداست. در حالت اتوماتیک وقتی که هدست یا خروجی 1/4 استریو بهش وصل شه به طور اتوماتیک دیتکت میشه، ولی میشه به صورت منیولی هم این کار رو انجام داد و بین بلندگوهای داخلی دستگاه یا خروجی استریو و یا هدست از اینجا انتخاب کرد و هر کدوم رو به صورت جداگانه انتخاب کرد. دیت اند تایم در واقع برای تنظیم ساعت و تاریخ ایسنتور استفاده میشه. ولاسیتی یک منیوی هست که در واقع برای تنظیم حساسیت سنسور هاست و برای شخصی سازی برای هر نوازنده به طور جداگانه استفاده میشه که در ویدیوهای بعدی به صورت مفصل راجع بهش صحبت خواهیم کرد. دکمه آپگرید در واقع برای آپگرید سافر هست که وقتی سافر جدیدی برای ایسنتور ریلیز میشه میتونه از طریق پورت USB سافر رو آپگرید بکنیم. این قسمت در واقع مربوط به دیتکت کردن دمپ و یا پیچ بند هست که در یک ویدیوی دیگه به صورت مفصل راجع بهش صحبت میکنیم.